تو کی داده؟ او ملت افغانستان مرده هستین؟ مرده هستین؟ احساس مالکیت سرزمینتان را ندارین؟ چرا باید ما گپ حق نزنیم؟ چرا باید نگوییم که سر ما ظلم و ستم و خیانت میشه سر ملت؟ چرا باید خاموش بشیم؟ آیا حق نداریم که صدای ملت خود را بشنویم؟ و یا ما را هر روز تهدید به مرگ بکنن، یا هر روز ما را توهین و تحقیر بکنن و ما صدای خود را خاموش بکنیم که قطعا نمیکنیم. و جز از خدا از مخلوق هم ایش نمیترسیم. کجاست منافع ملی افغانستان در حکومت طالبان؟ کجاست حکومت ملی در حکومت طالبان؟ چرا امروز موضوع تاجیک و ترکمن و ازبک مطرح است؟ چرا امروز عاشورا را میکوبند؟ چرا امروز برادر من از من جدا میکنند؟ چرا من در استراتژی منطقه میخوانم که ما اهداف